سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال بیست دری. در این ویدیو درباره 10 بزرگترین باغ وحش‌های جهان برای شما معلومات می‌دهیم. امید برای شما مفید بوده باشد. کانال ما را حمایت کنید تا بهترین ویدیوها را بیننده باشید. باغ وحش مکان تفریحی برای استراحت و تفریح است. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که در آن باغ وحش پیدا نکنید. باغ وحش‌ها به گونه‌های مختلف حیوانات هم از خزندگان، آبزیان، پرندگان و پستانداران معروف است که بیشتر حیوانات وحشی هستند. همیشه مردم برای دیدن حیوانات بی‌نظیر در باغ وحش‌ها می‌آیند. در این ویدیو برای شما در مورد 10 باغ وحش‌های بزرگ جهان معلومات میدیم. با ما همراه باشید تا از این ویدیو لذت ببرید. آغاز میکنیم از شماره دهم لیست. در جایگاه دهم لیست باغ وحش هوگل قرار دارد. باغ وحش هوگل واقع در ایالت یوتا کشور امریکا قرار دارد. با وسعت 17 هکتار و محل زندگی 800 حیوان از 249 گونه مختلف است. از فیل تا ببر، میمون و زرافه هر حیوانی در این باغ وحش پیدا می شود. در جایگاه نهم باغ وحش لندن قرار دارد. باغ وحش لندن واقع کشور انگلیس است که در این باغ وحش 755 گونه جانوری موجود است. این باغ وحش یکی از قدیمی ترین باغ وحش های جهان است که در سال 1828 به منظور تحقیقات علمی افتتاح شده بود. این باغ وحش پس از آن در سال 1847 برای بازدید عموم افتتاح شد. بنابراین مردم می توانند از آن بازدید کنند. باغ وحش لندن بیش از 20000 حیوان در 755 گونه جانوری را در خود جای داده است. شماره 8 باغ وحش‌های ملی جانورشناسی آفریقای جنوبی. در کشور آفریقای جنوبی موقعیت دارد و دارای 705 گونه جانوری می باشد. پارک جانورشناسی ملی که با نام باغ وحش پورتوریا نیز شناخته می شود، بزرگترین باغ وحش ملی آفریقای جنوبی در قاره آفریقا و یکی از بزرگترین باغ وحش‌ها در جهان است و 705 گونه جانوری را در خود جای داده است. این 705 گونه جانور نزدیک به 9000 حیوان را شامل می شوند. این باغ وحش در دو قسمت است که قسمت اول آن مسطح است و قسمت دیگر آن روی یک تپه قرار دارد. هفتم باغ وحش مسکو. باغ وحش مسکو نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین باغ وحش های قاره اروپا شناخته می شود. در لیست بزرگترین باغ وحش های دنیا جای گرفته است و با دارا بودن 6000 حیوان مختلف از 927 گونه جانوری، کلکسیونی کامل از حیوانات مختلف را وجود آورده است. این باغ وحش در زمینی به مساحت 53 هکتار شکل گرفته است و سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر دنیا در روسیه می باشد. ششم باغ وحش تورنتو در کشور کانادا موقعیت دارد. این باغ وحش که یکی دیگر بزرگترین باغ وحش‌های دنیا است، به عنوان بزرگترین باغ وحش کشور کانادا نیز شناخته می شود و بیش از 16000 حیوان مختلف از 491 گونه جانوری را در خود جای داده است. تنوع این حیوانات بسیار زیاد است و بازدید از آنها در سال بسیاری از گردشگران را وادار به تماشای این باغ وحش می‌کند. پنجم باغ وحش برانکس نیویورک. این باغ وحش که به عنوان یکی از بزرگترین باغ وحش‌های کشور آمریکا شناخته می شود، در سال 1899 افتتاح شده است. جالب است بدانید که 4000 حیوان از 650 گونه جانوری مختلف در این باغ وحش زندگی می کنند که برخی از آنها بسیار نادر و کمیاب و برخی دیگری در حال انقراض می باشند. چهارم باغ جانورشناسی برلین. باغ جانورشناسی برلین که در کشور آلمان قرار دارد و یکی از قدیمی ترین باغ وحش‌های کشور آلمان در سال 1844 افتتاح شده است و دارای مساحتی در حدود 84 هکتار می باشد. این باغ وحش دارای بیش از 17000 حیوان از 1500 گونه جانوری مختلف می باشد و از تنوع بی‌نظیری برخوردار است. باغ وحش پکن. باغ وحش پکن که یکی از بزرگترین باغ وحش‌های دنیا است، حیوانات بسیار متنوعی را در خود جای داده است. این حیوانات از 459 گونه جانوری خزندگان و 500 گونه جانوری دریایی انتخاب شده‌اند و قرار گرفتن آنها در کنار هم کلکسیونی کامل از حیوانات کره زمین را رقم زده است. اما لازم است بدانید که این باغ وحش شهرت اصلی خود را مدیون گونه‌های کمیابی همچون پانداها است. سالانه افراد زیادی برای بازدید از این حیوانات راهی باغ وحش پکن در چین می شوند. باغ وحش هنری دورلی. باغ وحش هنری دورلی که به عنوان مهمترین جاذبه گردشگری ایالت نبراسکا شناخته می شود، این باغ وحش 17000 حیوان مختلف از 962 گونه جانوری را در خود جای داده است و بدین ترتیب به یکی از کاملترین باغ وحش های دنیا تبدیل شده است. و بالاخره رسیدیم به شماره اول لیست ما که در شماره اول لیست ما باغ وحش و اکواریوم کولومبوس قرار دارد. باغ وحش و اکواریوم کولومبوس در شهر اوهایو کشور آمریکا موقعیت دارد. دارای 793 گونه جانوری است.
این باغ وحش یک باغ وحش غیر انتفاعی است و یکی از بزرگترین باغ وحش‌های یک جهان است که رتبه اول یونسکو را به خود اختصاص داده است. این باغ وحش بیش از 5000 حیوان به نمایندگی از 793 گونه جانوری از مناطق جغرافیایی مختلف جهان را شامل می شود. تلاش‌های این باغ وحش در حفاظت از حیات وحش چشمگیر بوده است. از جمله جمع‌آوری حدود 3 میلیون دلار برای 70 پروژه که باعث افزایش فعالیت‌ها و حفظ حیات وحش در باغ وحش می شود. و حالا رسیدیم در آخر ویدیو. اگر از این ویدیو خوشتان آمد چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از این ویدیوها برایتان بیشتر بسازیم. منتظر کامنت های شما عزیزان هستیم. خدا حافظ و نگهدارتان.